آزمون جمهوری فروغ صوفی دانایی کتاب است سال جاری نیست با امر و سرپرستی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان راه اندازی گردیده. دور دوم آن در ناحیه اش نیز دایر گردید که غالبان دور مؤسسوی آزمون فروغ صوفی دانایی را از تمام مؤسسات تعلیمی حدود ناحیه گرد آورد. آزمون با اشتراک خوانندگان مکتب‌ها از روی 4 نامیناسیون یعنی ادبیات کودکان و نورسان، ادبیات کلاسیکی تاجیک، ادبیات معاصر تاجیک و ادبیات جهان به راه مانده می شود. سال تا سال داوطلبان این آزمون زیاد گشته ایستادند. اگر سال 2018 داوطلبان آزمون در ناحیه 85 نفر باشند، امروز الکی به 931 نفر رسیدند. با مقصد در سطح بلند تشکیل و برگزار نمودن آزمون جمهوری فروغ صوفی دانایی کتاب است، امسال نیز در تمام مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه آزمون دوره مؤسسوی آزمون فروغ صوفی دانایی کتاب است برگزار کرده شد که در آن 3307 نفر خوانندگان اشتراک نمودند. البته مقصد اساسی برگزاری آزمون جمهوری فروغ صوفی دانایی کتاب است این پیش از همه بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های سخنور و سخندان، انکشاف قابلیت ایجادی، تقویت جهان معنوی و امثال آن است که امروز این نورسانی که به کتابخوانی و از خودکنی شعر و مطالعه اثرها ذوق به اندازه دارند نزد داوران قابلیت ذهنی خود را نمایش خواهند داد. من اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ صوفی دانایی هستم. من منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما نورسان و جوانان چنین آزمون سطح جمهوری را تشکیل نمودند تا اینکه ما در این آزمون ها دانش خود را صیقل دهیم. من در این آزمون جمهوری اشتراک نموده زیاده از 400 اثر بدیعی، 500 شعر، 150 غزل، 150 رباعی و 2 بیتی، 200 افسانه و دیگر نوع‌های شعری را از خود نمودم. یادآور میشیم که در آزمون جمهوری فروغ صوفی دانایی نه تنها نورسان، خوانندگان مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی بلکه نمایندگان تمام قشرهای جامعه شرکت ورزیده بهترین ها به دور ولایتی و جمهوری راه خط میگیرند و با مکافات‌های کلان پولی قدرشناسی کرده خواهند شد. محض با دستور و سفارش و هدایت‌های سرپرست آزمون جمهوری فروغ صوفی دانایی کتاب است پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان امسال مبلغ مکافات‌های پولی بیشتر از پیشتر کرده شده است.